سلام دوستای خوبم، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. امروز میخوام فرمول ساخت کاپوچینو رو بهتون آموزش بدم. البته چیز خاصی نیست، تو همه سایت ها توی فضای مجازی هست، ولی من چون خودم تولید کنندم فرمول کاپوچینو رو به شکل صنعتی بهتون آموزش میدم که یه سری از مواردش در این ساخت این کاپوچینو حذف شده است، چون برای زدن بسته‌بندی های ساشه نیاز به یه سری مواد برای کلوخه نشدن، برای ماندگاری بالا، نگهداری عطر و طعمش نیازه که این مواد خب به طب اگر صادقانه بگیم برای بدن در سنین مختلف خب مضر، نباید استفاده بشه. برای همین یه فرمول کاپوچینوی خونگی رو بهتون آموزش میدم که هیچ فرقی با کاپوچینویی که شما از مغازه ها تهیه میکنین نداره و خیلی هم به صرفه تر و اقتصادی تره، چون الان یه بسته کاپوچینوی به فرض اگر بخوایم بگم گود دی یا تورابیکا حدوداً 20 تا 30 هزار تومان قیمتشه، اما این فرمول خیلی کم هزینه است. مواد اولیه‌اش هم توی همه کافه ها پیدا میشه، تو همه لوازم قنادی ها پیدا میشه و چیز خاصی نداره. میتونین تهیه کنین به یه مقدار معینی و مدتی ازش استفاده کنین. برای ساخت کاپوچینو ما نیاز به، قبلا هم بهتون گفتم، مجدد قهوه فوری داریم، نیاز به کافی کریمر یا پودر خامه کننده غیر لبنی یا کافی میتی که شما میشناسین. مهمترین چیزی که اینجا استفاده میشه برخلاف کافی میکس ها در کاپوچینو از فومر استفاده میکنیم. توی صنعت بهش میگن عامل کف کننده. کف یا فومی که روی اون کاپوچینو وای میسته از فومره. تمام کافه دارها اینو دارن، کافه هم که ماشاءالله زیاده تو هر کوچه و تو هر خیابون و تو هر شهری میتونید تهیه کنین. و شکر. خب مجدد من از ترازو استفاده میکنم، شما میتونید استفاده نکنید، به میزانی که من از قاشق استفاده میکنم دقت کنید که بتونید استفاده کنید. توی کاپوچینو اگر دوست داشته باشین تلخ باشه، اگر دوست داشته باشین طعم قهوه زیاد دیده بشه، میتونید قهوه بیشتری استفاده کنید. من برای فرمولم باز از 2 گرم قهوه استفاده میکنم که رندومه و همه شرکت ها استفاده میکنم، بازم بسته به هزینه، بسته به طعمی که شما دوست داشته باشید. از 3 گرم کافی میت استفاده میکنم. مهمترین چیز کاپوچینو که خدمتتون عرض کردم فومره. اگر دوست داشته باشین کف خیلی زیادی داشته باشین میتونید از فومر بیشتری استفاده کنید، ولی اون چیزی که میانگین در فرمول سازی در صنعت کاپوچینو توی کارخونه ها استفاده میشه بین 4 تا 6 گرم. حالا بعضی از کارخونه ها به خاطر سودجویی ها کمتر میزنن، میان از پایدار کننده های استفاده میکنن که کف رو غلظت ببخشه، کف رو حجم بده، که از فومر کمتری استفاده بشه و هزینه تمام شده رو بیاره پایین‌تر. این فومر هم توی کافه ها اگه شما بخواید بخرید فکر کنم حدوداً کیلویی باید بین 320 تا 400 تومان باشه دیگه، حالا بسته به اون کافه دار که چقدر بخواد سود بگیره. معمولا قیمتش بین همین 330 40 50 تا 400 تومان. من از 6 گرم فومر استفاده میکنم. خیلی هم سبکه، حجم داره، پفکیه. همین هم باعث میشه که به محصولتون کف بده و اون حس شیر فوم داده رو تو این نوشیدنی خوشمزه شما حس کنید. از شکر استفاده میکنیم. شکر رو میتونین توی کاپوچینو، بازم دست خودتونه اینکه شکرش چقدر زیاد، شیرینیش زیاد باشه، غالب باشه یا کم باشه. ما معمولا در کاپوچینو از 10 گرم کاپوچینو از شکر استفاده میکنیم. میتونین طعم دهنده رو اینجا اضافه کنید. طعم دهنده ها که پودری هستن میتونین از طعم دهنده های فندق، کارامل، وانیل، یا بعد اینکه این مایه رو به شکل مایه ساختین این پودر رو
از سیروپ های خیلی طعمدار، مثل هر طعمی خودتون دوست دارین استفاده، مثل همون سیروپ فندق، سیروپ کارامل یا هر چیزی که خودتون دوست دارین. کاپوچینو هم که به خاطر وجود فومر پودرش حجم بیشتری نسبت به کافی میکس ها داره. نگاه کنید چقدر راحت آسون. خیلی وقتا دوستان میگن ما این پودر رو میخواییم، نگاش میکنیم میگیم توش چی ترکیب شده که این مدلیه، حس میکنیم چند تا محصول، حس میکنیم هیچ چی توش نیست، چیز خاص و سختی نداره. مهم اینه که هزینهش خیلی پایین تره، مهم اینه که مواد نگه دارنده توش نداره، به راحتی میتونی و با اطمینان خاطر تو خونتون استفاده کنی. نگاه کنی. یه نکته که توی قبل از اینکه آب جوش وارد لیوان بشه، یه نکته مهم اینه که شما هیچ وقت کاپوچینو رو پر آب نکنین بعد بخواین همش بزنین. سعی کنین اول یه مقدار آب جوش اضافه کنین با قاشق یا هر چیز خیلی ساده و ارزون، 50 تومن 100 تومن قیمتش. آروم آروم همش بزنین، چون موادش حجیمه به راحتی هم نمیخوره. شرکت ها میان بهش یه سری ماده‌ای میزنن که با ورود آب جوش به محصول سریعا این به مایع تبدیل میشه. اون موادی که بهش اضافه میشه مطمئن باشین که مضر. سعی بشه که حداقل کمتر مصرف بشه. نگاه کنین به راحتی. الان من بهش آب جوش رو کامل اضافه میکنم. یک کاپوچینوی بسیار خوشمزه با فوم بسیار عالی که بمونه، یه مقدار که میمونه ته‌نشین میشه و فومش بیشتر میشه. میتونین روش یه مقدار کاکائو هم اضافه کنین. میتونین به جای شکر سفید از شکر قهوه‌ای استفاده کنین. فرقی نمیکنه. اما به این بستگی داره که چه ماده اولیه‌ای دم دستتون باشه. حالا موادی که استفاده کردیم خیلی دم دستی و کار راه اندازه. فومش رو دقت کنین. این محصول اگر شما بخواین بسته‌بندیش رو از بازار بخرین زیر 30,000 تومان نیست. همینم تو کافه ها سرو میکنن 80 تومن 90 تومن 100 تومن. پس راحت، آسون و بی دردسر میتونین خونه یک محصول بسیار خوشمزه با کیفیت و سالم رو استفاده کنید. ممنونم از شما. یا علی.